ملک تنها چیزی که آیندت رو تضمین میکنه. طلا و دلار بخریم یا ملک بخریم. مشکل طلا و دلار اینه که قدرت نقدشوندگیشون خیلی بالاست و همیشه قدرت نقدشوندگی بالا هم مزیت محسوب نمیشه. مثال میزنم براتون، شما یک ملکی رو میخرید 10 میلیارد تومان، نگهش میدارید. حالا شما میخوای اینو بفروشی، شاید 1 ماه 2 ماه 3 ماه طول بکشه بخوای بفروشیش اگه پول لازمت شد. ولی حالا اومدیم دلار داشتی یا طلا داشتی. اولین مشکلش اینه که هر روز شما داری وسوسه میشی. طلا دارم برم ماشینمو عوض کنم، طلا دارم برم بفروشم مبلمان خونه رو عوض کنم، طلا دارم برم بفروشم چیزهای غیر ضروری رو عوض کنم و خریداری بکنم. پس قدرت نقدشوندگی همین طلا و دلار خودش به تنهایی میتونه یک مشکل بزرگ باشه و یکی از دلایل اینکه خیلی ها به ملک علاقه دارن و بهش ایمان دارن اینه که قدرت نقدشوندگیش به اندازه طلا و دلار بالا نیست. ملک تو رو نگه میداره ولی طلا هر لحظه ممکنه شیطون وسوسه کنه و پولت از دست بدی.